یه حقیقت عجیب هست که خیلی هیچ وقت بهش توجه نمیکنن. وقتی یه دختر وارد زندگیت میشه تو همون چند ثانیه اول میتونی بفهمی این رابطه قراره رشد کنه یا قراره اعصابت رو خط خطی کنه. اگه این هفته سوال از خودت نپرسی، نه فقط ممکنه اشتباه کنی، ممکنه ماها یا حتی سال از وقتت رو با آدم اشتباه بگذرونی. این هفته سوال مثل راهنمای قبل رابطه بهت نشون میدن جلوت راهه یا دره. بریم سراغ سوال اول. کنارش خود واقعیت هستی؟ چیزی که خیلی اشتباه میکنن همینه. از همون اول شروع میکنن ادا در آوردن. یکی خودشو خیلی آدم موفقی نشون میده، یکی خودشو خیلی میگیره. ولی سوال اصلی اینه کنارش میتونی خود واقعیت باشی یا نه؟ چون رابطه‌ای که با نقش بازی کردن شروع بشه با نقش بازی کردن هم نابود میشه. یه لحظه فکر کن با آخرین باری که کنار یه آدم درست بودی راحت بودی نه؟ زیاد فکر نمی‌کردی که چی بگی و چی نگی، یعنی اون فضای سالمی بوده. اما اگه از هم اول اسم می‌کنی باید حواسم باشه، نباید فلان چیزو بگم، نباید اینجوری بخندم، اینجاست که باید وایسی از خود بپرسید چرا؟ اون یه رابطه نیست، اون تلاش برای تایید گرفتنه. ارزشاتون چقدر با هم نزدیکه؟ ببین قیافه، پول، ظاهر، جذابیت اینا همه خوبن، ولی ارزشا این چیز اساسیه که رابطه رو نگه میداره. ارزش یعنی چی؟ یعنی چیزایی که تو توی زندگیت برات مهمه، مثل احترام، صداقت، خانواده، سبک زندگی، نگاه به آینده، حتی طرز برخورد تو با مشکلاتت. حالا اینو تصور کن تو معتقدی احترام تو رابطه یه اساس کلیه، ولی اون با عصبانیت همیشه حرفای تو رو قطع میکنه. تو خانواده دوستی، اون ضد خانواده است. تو آدم منظم و برنامه‌داری هستی توی زندگی، ولی اون از مسئولیت پذیری کلا فرار میکنه. این اختلافا شاید اولش کیوت به نظر بیاد، ولی تو طولانی مدت همین اختلافا باعث میشن همه چی خراب بشه. انرژی میده یا انرژی میگیره؟ بذار با یه مثال ساده شروع کنم. حالا با کسی صحبت کردی که بعدش بدون هیچ دلیل خسته بشی، انگار باتریت خالی شده باشه. اون آدما انرژی کشن، چه با غر زدن، چه با منفی گفتی، چه با بی‌تفاوتی. ولی آدمی که مناسبته یه چیز دیگه است. کنارش حس بهتر شدن داری، یه ذره انگیزه بیشتر، یه ذره آرامش بیشتر، احساس میکنی حتی کیفیت هوای اطرافت هم بهتر شده. اگه از همون اولش خستگی میاره بهش دقت کن، چون این چیزا تو طول زمان 10 برابر میشن. احترام رو میفهمه؟ مهمترین چیزی که باید بهش دقت کنی این نیست که با تو چطور حرف میزنه. خیلی اوایل رابطه نقش بهترین آدم دنیا رو بازی میکنن. حقیقت رفتارش رو باید تو رفتارش با آدمای بی‌قدرت ببینی، مثل راننده‌ها، فروشنده‌ها، کارمندا، دوستاش، حتی خانواده خودش. اگه با بقیه بد رفتاری میکنه کافیه یکم بهش زمان بدی، با تو هم بد رفتاری میکنه. باید دقت کن که احترام یه عادته، نه یه رفتار انتخابی. شخصیتش با حرفاش یکیه. این یکی از خطرناکترین قسمتاست. خیلی باید قشنگ حرف بزنن، ولی آدمی که حرفش با عملش یکیه خیلی کمیابه. اگه میگه مسئولیت پذیره ولی تو ساده ترین چیزا هم قابل اتکا نیست، خب یه جای کارش میلنگه. اگه میگه صادقه ولی اطلاعات کوچیک رو هم پنهان میکنه، خب این یعنی یه تناقض بزرگ جلوت داری. تو رابطه نباید دنبال کسی بگردی که حرفاش تو رو قانع میکنه، باید دنبال کسی باشی که رفتاراش دارن تو رو قانع میکنن. هدف‌ها و مسیرهای زندگیتون شبیه‌اند. ببین اینجاست که خیلی اشتباه میکنن. اول رابطه همه چی قشنگه، تا هر جا باشی منم هستم، هدفمون مهم نیست، عشق کافیه. نه عزیزم، تجربه میگه این حرفا فقط اولشه. تو میخوای پیشرفت کنی، اون همش میگه بابا تو چرا انقدر سخت میگیری. تو برنامه داری اصلا مهاجرت کنی، اون میگه اصلا هیچ علاقه‌ای نداره. تو هدف داری، اون میگه خب حالا ببینم چی میشه. این اختلافا شاید اولش درد نداشته باشه، ولی تو زمان رابطه رو میذاره توی حالت شکنجه آروم. پس قبل از دل بستن بهتر از خود بپرسی ما اصلا مسیرمون یکیه؟ میتونی آینده رو باش تصور کنی؟ ببین رویا پردازی نکنی ها. این چیزایی هم که تو اینستاگرام میبینی رو بریز دور. فقط یه لحظه چشماتو ببند و نگاه کن. آیا میتونی حتی یه نسخه خیلی ساده از آینده رو هم کنار اون آدم تصور کنی؟ نه اینکه بخوای باش ازدواج کنی، نه هیچ تصویر عجیب غریبی، فقط یه حس میتونه کنارم باشه. اگه نمیتونی تصورش کنی یا تصورش حس بد بهت میده، این همون چیزیه که باید جدی بگیری. دو دلیای اول رابطه معمولا از غرایز میاد، نه از ترس، و غرایز معمولا اشتباه نمیکنن. ببین این هفت سال شاید خیلی ساده به نظر بیان، ولی میتونن از ماها رابطه اشتباهی یا سالها آسیب احساسی نجاتت بدن. هیچکس کامل نیست، هیچ رابطه‌ای هم کامل شروع نمیشه، اما این سوالا کمک میکنن بفهمی آیا این آدم میتونه کنار تو رشد کنه یا از همون اول مسیرتون یکی نیست. حالا تو کامنت ها برام بنویسید کدوم سوال بیشتر چشمتون رو باز کرد. خدافظ.